ولم کنید. بیا سختش نکن عزیزم، بیا. بابا کار من نبود. امید باور کن کار من نبود. امید باور کن کار من نبود. آقا ولش کن، کار اون نبوده. امید کاری بکن. آقا لطفاً ولش کن. امید نبوده. کار من نبود. خواهش میکنم خواهش میکنم بابا ول کنی. امید آقا کار اون نبوده. چرا هیچکی باور نمیکنه حرفمو؟ میگم کار بابای من نبوده. خدای من بابا امید من نبودم. بابا این کارو نکنید آقا. من نبودم. من نبودم. بابا سلام. معذرت میخوام. قبلا با هم آشنا شدی؟ به خاطر بیماریم همه چی رو فراموش میکنم. من امید هستم، وکیلتون. بله وکیلم هستی. پس مریضی من میدونین؟ بله میدونم. آقا رضا اومدم خبرهای خوبی بهتون بدم. انشالله دیگه این کابوسی که 5 سالی دارین تجربه میکنید تموم میشه. چون یه مدرک خیلی مستحکم پیدا کردیم و به خاطر این دلیل این حقو داریم که روند حقوقی رو دوباره شروع کنیم. برای همین از فردا همه چیز رو دوباره شروع میکنیم. بیخیال، لازم نیست. ببین من اینجا همه چی رو فراموش میکنم ولی آدمای اینجا فراموش نمیکنن. نگهبان، زندانی، دختری که کشتم، میدونی فقط 20 سالش بوده، تازه اول جوونیش بوده. گفتی دختری که کشتم؟ اونو یادتون میاد؟ یادم نمیاد ولی هر بار که اینجا بهم میگن همون عذابو دوباره میکشم. میدونید چه جوری بهم نگاه میکنن؟ میگن قاتل، میگن قاتل یه دختر جوون. داغون میشم. این چیزا داغونم میکنه، مثل دوباره محاکمه شدنه. من اینو دوست ندارم. میفهمی پسرم؟ نمیخوام. به نظرتون من خام و بی تجربه؟ پس من میگین یه جوان بی تجربه است، نمیتونه نجاتم بده. نه جوان خوبی هستی، معلومه وکیل خوبی هم هستی، اما مسئله تو نیستی. این که یادم نمیاد کشتم یا نکشتم هم نیست.
مجازات من معلومه. من محکوم به هر چیزی که فراموش کردمم. به خاطر کارهایی که کردم مجازات میشم. چی شده آقای وکیل؟ اصلا به خاطر حرفام تعجب نکردی؟ ما قبلا همین حرفا رو زدیم. آره نمیخوام روند دوباره شروع بشه. 7 بار مجازات میشم 9 بار. قبلا تو رو ندیدم 10 بار، اما شبیه وکیلای خوبی هستی. 11 بار. چجوری همه اینا رو حفظ کردی؟ حافظم یکم خوبه. ببینید آقا رضا، اگه این حرف رو 100 بارم بزنین من بازم میام اینجا، چون شما بیگناهید. به خاطر جرمی که مرتکب نشدید 5 ساله که اینجا هستید. برای همین باید قبول کردن جرمتون رو ول کنید و سعی کنید حادثه رو درست یادتون بیارید. در ضمن این فقط چیزی مربوط به ثابت کردن بیگناهی شما نیست، مربوط به اجرای عدالته. کسی که جرم مرتکب شده باید به خاطرش مجازات بشه، نه شما. و من تا اونو نفرستم اینجا به جنگیدن ادامه میدم. بسرم آقای وکیل، من یه پسر دارم نه؟ تو رو از اینجا میارم بیرون. فقط یکم طاقت بیار. پنج سال قبل سلام مخلصی. امید یالا بیدار شو پسرم. امید پاشو دیگه، از بس اتاق تاریک کردی نفهمیدی کی صبح شده. ببین بابا دوباره سنگ تموم گذاشته، صبحونه حاضره. بابا بلند شو دیگه پسرم. من وقتی هم سن تو بودم ساعت 5 صبح بیدار بودم، 2 تا هم بچه داشتم. خوابم میاد بابا، نکن. یالا دیگه تنبل، یالا. تازه کفشاتم واکس زدم، پیرن و کت و شلوارتم اتو کردم، عالی شدن، عالی. بابا نیازی به کت شلوار هست؟ یعنی چی پسر؟ داری میدی تلویزیونا؟ چطوره؟ اگه مامانت اینجا بود چقدر خوشحال میشد داری میری تو تلویزیون. داداشت یکم حسودی میکرد ولی از ته دلش خوشحال میشد.
دو تا دنیا با هم یکیه بابا. میدونستی؟ اونا هر لحظه کنارمونن. باشه بیخیال. چطوری ایدر؟ سلام رضا. چیه دوباره قوز کردی؟ تو خودتو تو آینه دیدی؟ ممنونم. چه خبر؟ سلامتی دوباره راهی شدی. باز خدا رو شکر که تو وضعت خوبه. منو نگاه کن، تو این سن دارم چرخ دستی هول میدم. والا من بهش میگم ولش کنم و به حرفم گوش نمیده. زنده باشی باشرا جان. ببین دختر چند ساله شده، دختر بزرگی شده. حرف دخترتو گوش کن دیگه. من به حرفش گوش میدم اما روزگار که نمیذاره. دور و اطرافا یه نگاه کنی میفهمی. دوتامون تو این سن داریم کار میکنیم. چی کار میشه کرد؟ آقا امید، این شلوار، این پیراهن، تیپ زدی، چه خبره؟ چیز راستش دارم میرم مسابقه. چه مسابقی؟ بازی کلمات. چیزی نیست که بلد نباشه. منم گفتم تو هم شرکت کن پسرم. دمت گرم پسرم، باعث افتخار محلمون شو. این حافظت یه جایی به درد بخوره دیگه. ببین منو اگه فراموش کنی میزنم فکر. باشه نه نگران نباشم. امید گوش کن، اگه قبل از من معروف بشی قسم میخورم میکشمت. ازت یه خواهشی دارم، میشه با من بیای؟ کجا؟ تو بیا بهت میگم، فقط 5 دقیقه. خیر باشه. من به خاطر مسابقه عجله دارم، واسه همین ازت خواهش کردی 5 دقیقه برو. بیا. خیلی خوب. بابا جان اون دوغو کجا میبری؟ اونو بدش به من. میبوسمت بابا، خدافظ. چی شده؟ حالا به نظرت همچین کاری لازمه؟ یعنی تا هنرستان هنری قبول شدی، صدات خیلی خوبه ولی انگار اعتماد به نفس نداری. اما به نظر من اصلا نیازی نیست که بخوای از این کارو بکنی. البته نظر منه ها. یعنی چی نیازی هست یا نه؟ میخوام مردم ازم خوششون بیاد و صدامو بشنون. کار بدی میکنم؟ مگه تو هم امشب نمیری تلویزیون؟ پس گفتی 3 بگم. خیلی خوب آماده باش. Ne sen Leyla'sın ne de ben Mecnun. Ne sen yorgun ne de ben yorgun. Kederli bir akşam içmişiz, sarhoşuz. Hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan. صبح بخیر. صبح بخیر؟ چرا بیدار شدی ها؟ یکم دیگه میخوابیدی؟ داری میری؟ مگه قرار نبود با هم صبحونه بخوریم؟ یه پرونده خیلی ضروری اومده، باید برم. عدالت منتظر نمیمونه. دیشب که چیز دیگه ای میگفتی. آخه دیشب خیلی گوشنه بودم. کلانتری شاید قبول کنه اما دادگاه اصلا قبول نمیکنه. چیکار کنم؟ باید پول در بیارم. منو ببخش، تو شغل ما این چیزا پیش میاد دیگه. ببخش تو رو خدا. برای من یه کراوات انتخاب میکنی مناسب با اون لباس بشه. بنفش. تو دیگه چجور وکیلی هستی؟ مگه همچین وکیلی هم داریم؟ خب یعنی چی؟ وکیلم دیگه، وکیل معمولی. ببین آدم ها بیگناه یا گناهکار به من پول میدن، منم نجاتشون میدم. اگه جرم مرتکب شدی و توی درد سر افتادی به من زنگ بزن. اگرم جرم مرتکب نشدی که بیشتر زنگ بزن. خیلی خب باشه روشن، فهمیدم بابا. من الان میرم پیشش، همه منتظر خبر من باشن. باشه آروم باش.
آقا رضا بازم که وسایل تو آسانسور جا گذاشتی. ای خدا ببخشید مقبوله خانم. آقا رضا اینجا که کار تموم شد برو سراغ اون بر. بابا جان بابا جونم عزیزم. میگم بابا شب دیر نکنی یا یه وقت. شب چرا باید دیر کنم؟ به خاطر جشنتون. میگم با پولی که تو مسابقه برنده میشم برای تو یه جشن قشنگ بگیرم. قربونت برم شیر پسرم. فراموش نکردم، مگه میشه فراموش کنم؟ ای کاش کنارت بودم. ولی بهم مرخصی ندادن. نه بابا بگذاریم قسمت نبوده. امید جان باور کن بابات از تو بیشتر هیجان داره. از تو بینو اصلا یادش نرفته ولی باز وسایلشو تو آسانسور جا گذاشته. حالا نوبت توی بهم گیر بدی مقبوله. لطفاً ببر طبقه مراسم. بابا من باید برم، اتوبوس اومد. کاری نداری فعلا، بعدا صحبت میکنیم. باشه زود باش پسرم، برو. قربونت برم عزیزم. معذرت میخوام، ببخشید. خواهش خیلی ببخشید، حواسم نبود، یهو ترمز کرد. بذارین کمکتون کن. بازم معذرت میخوام. مشکلی نیست. بازم ببخشید. خواهش میکنم. وقتی یهو ترمز کرد اینطوری شده، یه وقت سوء تفاهمش. یه دقیقه آقا گوشیم دزدیده شده. آقای راننده میشه لطفا درا رو ببندید؟ چه دریا خانم؟ از کجا معلومه اینجا دزدیدن؟ قبل از اینکه سوار اتوبوس بشم به دوستم پیام دادم، گوشیم دستم بود، مطمئنم دزدیده شده. لطفا برو سمت کلانتری، زود باش. با کل اتوبوس برم کلانتری آخه؟ آقای راننده میشه لطفا به سمت نزدیکترین کلانتری برید وگرنه مجبور میشم از شما شکایت کنم. لعنت خدا بر شیطون. ای بابا اسیر شدیم به خدا. چه خبر داداش؟ حالت خوب دیدم. چطور خوب باشم احمق؟ حال و روزمو ببین. خدا رو شکر داداش، ماشاءالله هیچ جایی چیزی نشده. داداش تو چرا دعوا میکنی؟ تو اخطار داری. من هر روز باید با گوشی بهت پیام بدم که اخطار داری. چی کار میکردم؟ اون فجیر نادون به خونم حمله کرد. تو این سن از یه بچه کتک میخوردم؟ ببین داداش، تو دفتر دی عالم جوونه که بیمه کردی اونا رو بفرست. تو چرا دعوا میکنی ها؟ آره اتفاقیه که افتاده، ولش کن. اونا زدن ما هم زدیم. اونا الان بیرونن اما داداشت بازداشت شده. فجیر امیر کیران از خارج برگشته. پسر من نشناختمش. باباش آقا بنیامین آدم درست و حسابی بود. این بعد از آب در اومده. جد و آبادش اصلا مهم نیست. از اینجا میارمت بیرون خیال تخت. منو ببین. دادستان کیه؟ ببین آره گیر اشتباه ترین آدم افتادیم داداش. منظورت چیه؟ مرد زیادی کارش درسته، واسه همین اشتباه. اون یارو جمالی هست، درست مثل همونه. قسم میخورم شیر لکه داره اما این مرد لکه نداره. مرد بدون ایراده. بهت بگم دنبال یه آتو ازش گشتم اما هیچ آتوی پیدا نکردم داداش. پول؟ نه بابا براش مثل چرک کف دست. یه هدیه از طرف رئیسمون برای شما. خیلی تشکر. خواهش میکنم. یکی امتحان کرده، یارو رو به جرم رشوه دادن به مأمور دولت انداخته زندان. اهل داستانه شیطنت.
نه بابا این چیزا ازش در نمیاد. صفر. خیلی ببخشید خانم، معذرت میخوام. داداش یه زن خیلی شیرین داره، صورتشو باید ببینی، خیلی شیرینه. ببین اینو ببری پیش دوالیپا، قسم میخورم به دختر جزلمه درستی کنه. اعصابمو خورد نکن. گم بزنم این شانسو. به خاطر اینکه به یه لعنتی پولدار 2 تا سیری زدن، حکم آزادی مشروط تمام خراب میشه. درسته؟ ببین تا وقتی که حکمم خراب نشده تمام تلاشتو بکن. پیرمرد، من گزارش پزشکی قانونی فجی رو نگاه کردم. هیچ گونه زخمی چیزی نداره. حداقل یه زخم کوچیک که در میاد. نقطه. یه چیزی بهت بگم. وکیل خوب بلا رو رفع میکنه. هارون یا کارما به دادگاه نمیرسونه. ببین منو، اگه با این سنم بیفتم زندان، قبل از اون فجیر گن میزنم به زندگیت هارون یا کار. ببین تو پیر شدی، بد جهن شدی. از اینجا رفتیم بیرون واسه ممنوعیت فوش هم میذاریم. راحت باش. هارون یا کار میسوزونه دنیا رو. چقدر اینجا سر و صداست. عذرخواهی میکنم کارمون چقدر طول میکشه اینجا؟ فعلا منتظر باشید تا اظهاراتتون رو بگیرن. خانم محترم مطمئنی تو اتوبوس بودی؟ کاملا مطمئنم، چون قبل سوار شدن به دوستم پیام دادم حتما تو اتوبوس زدن. خب بین اونایی که همراهتون بودن به کسی شک دارین؟ آره اون بود که آخرین بار به کیفم دست زد. منو مقصر میدونی؟ آره دیگه، مگه تو به کیفم دست نزدی؟ حتی همون موقع سعی کرد از اتوبوس پیاده شه بره. پس خوب یادته. اینقدر حافظت قویه؟ خیلی قویه. انتظار داری اینم یادم نباشه؟ به هم نزدیک شدی، کیفم رو بریدی، تلفنم رو دزدیدی. باشه، حالا که اینقدر حافظت قویه، اون موقع ساعت چند بود؟ 10:30 اینطورا. چه اهمیتی داره؟ نه نبود. شماره اتوبوس یادته؟ خب پیشت کی نشسته بود؟ چی پوشیده بود؟ اتوبوس اون موقع از کجا داشت رد میشد؟ چی ربطی داره؟ کی میتونه اینقدر جزئیات رو یادش بیاد؟ پس من برات یادآوری میکنم. ساعت 10:30 نبود، 10:47 دقیقه. سری شماره اتوبوس 1600 بود. تو اون موقع سرپا وایستاده بودی. مقابل دی خانم با موی بور با پالتوی سیاه تا آینه داشت آرایش میکرد. پشت سر یه دختر با گیره موی مرواریدی و کیف سفید و رژ قرمز تو تلفن داشت خودشو میدید. منم دقیقاً روبروی اون به تو برخورد کردم. حتی شما بودید مگه نه؟ آره من بودم. یه شال سفید یا بنفش هم باید داشته باشین، درسته؟ خیلی خب باشه فهمیدیم. نمایش تو اجرا کردی، بازیگر خوبی هم هستی، ولی اینا به هم چه ربطی داره؟ تو به کیفم دست نزدی؟ زیر کیفمو تو نبریدی؟ اینا رو به هم بگو. بایستا. وقتی به همدیگه خوردیم اتوبوس داشت از جلوی باغ میگذشت. در واقع قبل اینکه به هم دیگه برخورد کنیم کیفت پاره شده بود. یا قبل از سوار شدنت به اتوبوس یا موقع سوار شدن.
برگردیم. یه نفر با کت چرمی مشکی و تحریش و بولیس سیاه و ساعت مچی که تو دست داشت کیف تو برید. سوار اتوبوس نشد. یکم جلوتر یه ماشین با شماره پلاک 34 زدی 1339 وایستاده بود. داشت با تلفن حرف میزد. باشه داداش، یه ساعت دیگه جلوی دکه روزنامه فروشیه. پای تلفن گفت یه ساعت دیگه جلوی دکه روزنامه فروشی. مگه میخوایم پلاکشو چک کنید قربان؟ بابا بیخیال، این حرفای مسخره رو که باور نمی‌کنید ها؟ شما که حرفاشو باور نمی‌کنید. این آدم جلوی چشمون یه سناریو بازی کرد و وقت شما باور می‌کنید همچین چیزی مگه ممکنه؟ پلاکشو نگاه کردم، ماشین دزدیه. پسر تو واقعا تک تک اینا چطور یادت مونده؟ واقعا چطوری؟ در واقع هنوز تموم نشده کمیسر. تموم نشده؟ مقصر همینجاست. اینجا؟ اون وسطی هاکان ییت. باشه داداش، یه ساعت دیگه جلوی دکه روزنامه فروشیه. یه لحظه میشه وایسا دیگه، یه لحظه وایسا. من عذرخواهی کردم دیگه، باید چی بهت بگم؟ حداقل یه چیزی بهت میفته زمین، اون وقت من بهت کمک میکنم، ولی تو منو به جرم دزدی متهم میکنی. اصلا به این چیزا فکر کردی؟ اگه من میافتادم زندان چی میشد آخه؟ خیلی خب باشه، بهت گفتم حق داری، هول شدم. خب ترسیدم چیکار کنم؟ پس ترسیدی؟ اینجوری میخوای حقوقدان بشی؟ اون چیزی که تو بهش میگی ترس ممکنه زندگی یه نفر دیگه رو تباه کنه. اینقدر زود قضاوت نکن. تو به نظرم قبلش فکر کن عدالت چیه، بعدش وکیل شو. باشه؟ اینجوری به نظرم به نفع هم است. ببخشید خانم، معذرت میخوام، ندیدمتون، واقعا شرمندم، ببخشید. چوب خدا صدا نداره. چه خبر آدم؟ خوبم خدا رو شکر، شما چطور؟ ای منم خوبم. صبح بخیر. خوش اومدین آقا. خوش باشی. حسین چه خبر؟ صبح بخیر آقا هارون. صبح بخیر. همه کارایی که خواستین رو انجام دادیم، مشکلی نیست. دیدم خانم ازتون شکایت کردم. چی میگی هارون؟ چه شکایتی؟ از زیبایی جذابیت زیادت حداقل 6 ماه زندان داری. تو یه چند روز به هم زنگ نزن ببین چی میشه. داستان سریا. خب هارون یکار، هنوزم با مافیا کار میکنی؟ جان واقعا جناب دادستان من یه همچین آدمیم؟ مگه توی دهه 90 این مافیا مونده باشه؟ البته که هر مجرم حق اینو داره که وکیل بگیره. ما با هر موکلی که بتونه حقوقمونو بده کار میکنیم. یعنی اصناف راضی ان. شما فکرتون رو درگیر اونا نکنین. از ساده ترین پرونده هم پولای زیادی گرفتیم. به گوشمون میرسه که از هموطن بودنت استفاده کردی. شنیدم که به موکلات وعده 100% برنده شدن رو میدی. من وعده نمیدم جناب دادستان، آرزو میدم. چه خوب. نمیدونم چرا ما هیچ وقت با هم کار نکردیم؟ اگه یه روز پروندت با من افتاد لطفاً با اون کراوات بنفشت بیا. جان رو جفت چشام با کمال میل. حالا بهت نشون میدم موفق شدن چی. حالا وایسا.
وقت جنابالی به خیر. میخواستم دادستان رو ببینم. آقای دادستان رفتن. کجا میشه پیداش کرد؟ عزیزان، این دنیا رو میبینید همش در حال گذره. این زندگی که خدا بهمون داده باید با جمع کردن کار خوب و ثواب بگذرونیمش. از این به بعد ببخشید یه لحظه. خیلی مهمه. امروز یا فردا ببخشید که تو این تابوت خوابیده ممکنه من باشم یا شایدم شما باشی. استاد کاملا دارن حرف باید میگن. به فکر آخرتمون باشی. هارون یا کارم دنیا چند شب پیش فجیر امیر کیران توی حادثه تلخی باعث شدش که قدری پالاز بازداشت بشه. من وکیلش. به نظرتون الان وقت مناسبیه؟ هممون میمیریم جناب دادستان. امروز هستیم فردا دیگه نیستیم. فردا ممکنه اونجا بخوابیم جناب دادستان. منظورتون چیه؟ منو تهدید میکنید؟ نه بابا مگه میشه همچین چیزی جناب دادستان؟ هر جانداری ممکنه یه روز بمیره. دست خودم نیست، مرگ یادم میاد. از شما طلب آمرزش هممون میمیریم. اگر گفتید نسبت به کسی حداقل تحقیقات این دعوا رو به پرونده تبدیل کنین. چه تأثیری مگه تو شغلتون میذاره دادستان؟ یه پرونده ساده است دیگه بابا. خیرات و بخشش به بندگان خداست. خدا به کسانی که از جان و مال و اموالشون خیرات میدن راضی باشه و ببخشدشون. توی دولت هم همینطوره. مرتبه‌های بالاتر راحت به دست نمیان جناب دادستان. این ترفیع دادن رو میبینی؟ موفقیت و درخشش زیاد میخواد. باور کنید. با دفاع کردن از موکل تو موافق میشم. مگه میشه یه همچین چیزی؟ من منظورم یه چیز دیگه است جناب دادستان. شما این همه وقت باش کلنجار میرین. این شبکه که راجبش تحقیق کردین در صورتی که خدا پشتش آدم محکمی دست و پاتون بسته است. هیچ کاری نمیتونید بکنید. همینجوری وایسید اینجا منو خیلی ناراحت میکنه جناب دادستان. نمیدونم شما چقدر. من میگم که اطلاعات و اسم این شبکه رو بدم بهتون، شما هم استفادهش رو ببرین. این گروه که فایده ای ندارن واسه ملت و مردم هم کلا ضرر دارن. آره دای خیر بگیرید. واقعا میگم عمرتون طولانی میشه جناب دادستان. اینجوری به ترفیع مرتبه هم نزدیک میشید. من فقط گفتم بهتون همین. خواهش میکنم بفرمایید. استدعا دارم. بفرمایید جناب دادستان. خداوند همه ما را مورد آمرزش قرار دهد. الله اکبر. کار ما جمع کردن اطلاعات و محافظت کردن از حقوقه، چون وجدان قانون ترازوییه که هیچ وقت تعجب نمیکنه. خب وجدان قانون چیه؟ تو حالا که دیر کردی تو تعریف کن برامون وجدان قانون چیه؟ چیزی به اسم وجدان قانون نیست استاد. وجدان فقط انسان داره. دختر جان، قانون ذاتاً از انسان‌ها برگرفته شده. باشه استاد، منم همونو میگم دیگه. همه انسان‌ها وجدان ندارن که. انسانیتمون به بقیه بستگی داره. وجدان آدمای زیادی رو میشه به راحتی بازی داد. معلومه اصلا سر کلاسم نیومدی. اگه میامدی؟ در واقع قانون ها برای محافظت از غرور انسان هاست. شما خودتون 3 هفته پیش تو کلاستون اینو نگفتین؟ چیو؟ اگه اینطوره من میخوام یه سوال بپرسم با اجازه. بپرس. به نظرتون عدالت محکم کردن چیزیه که همیشه هست یا بدون هیچ شکی به دنبال واقعیت رفتنه؟ من 20 ساله تو این دانشگاهم. برای اولین باره با یکی که هیچی نمیدونه اما جوری رفتار میکنه که همه چی میدونه روبرو میشم. بشین سر جات. خیلی خوب. گفتم اونی که بزرگ دولته. حالا کتاباتون رو باز کنین. گوشت اینجا مثل باسلاقه، انقدر خوبه. فلفل هم واسه‌تون میزنم. آقا رون قبلش جواب اینو بدین. شما از کجا شنیدید من دنبال چتینم؟ خب همینطور هم نیست، اما ما هم گوشمون تیزه دیگه، خبرها به ما میرسه. خلاصه میگم حرفمو بیشتر از این کش نمیدم. اگه میخوای این پرونده رو بگیری حتما باید اون شخص بیاد اینجا و اونو بیان کنه. شخص؟ امیر کیران. آره. خودش الان یه قربانی رنج کشیده است. فقط به جز قربانی شدنش چون ملاقات نداره به عنوان قربانی نمیتونم به پرونده اضافه کنم. باید شخص بیاد اینجا به عنوان یه قربانی بخواد که به پرونده اضافه بشه. جناب دادستان،
به نظرتون این فجیر امیر کیران کسی است که با حرف زدن شیر فهم بشه؟ اگه دست من بود که خیلی وقت پیش مجازات شده بود. عین آب خوردن جرم انجام میده. عدالت و حقوق و هیچ میدونه. برای خودش از بهترین وکلای کشور یه گروه درست کرده و همه جا توی هر دادگاهی برنده میشه. انسان ذاتاً ترسوه. از دوست داشتن میترسه، از دوست داشته شدن میترسه، از پیر شدن میترسه، از مردن میترسه، از کشتن میترسه، از فکر کردن و حرف زدن میترسه. یعنی همش تو ترسه. وقتی تو لندن بودم تنهایی بهش فکر کردم. گفتم من از چی میترسم؟ از خدا؟ نه پسر جون، از خودم. یادت همیشه واسه تعریف میکردم که تو لندن یه دختره هست؟ آره. بذار واسه تعریف کنم. یه خیلی ازش خوشم میاد. همینجوری واسه گشت و گذار نه، اشتباه برداشت نکنید. واقعا ازش خوشم میاد. حتی به خاطرش رفتم تئاتر. یه سریال هست به اسم شرلوک، همونی که اونجا بازی میکرد. تئاتر رو دیدم. از اونجا اومدم بیرون. دختره رو به ایتالیا بردم. یه میز لوکس توی ایتالیا. یعنی قرار بود به دختره اعتراف کنم. تو چشمای دختره نگاه کردم، دستشو گرفتم. همین که میخواستم بگم ملکه مرد. ملکه انگلستان مرد. خدا رحمتش کنه. تو همون روزی که میخواستم بگم عاشقشم، ملکه تو 96 سالگی مرد. بعد شانسم دیگه، بعد شانسی منو پیدا میکنه. جذابم. ما صورتامونو به تو میسپاریم مرهم، آره؟ بله قربان. مهمترین عضو انسان کجاست؟ صورتشه نه؟ ما خیلی وقت نبودیم. بعضی این صورت ها فراموش کردن. دیشب به همشون تک تک یادآوری کردیم. تا عمر دارن فراموش نمی کنن. این قدری پالازه به درد نخور چی شد؟ دستگیر شد آقا فجیر. دستگیر شد یعنی چی؟ دستگیر شد یعنی چی؟ پسر تو زندگیش یه جوری عذابش میدم که ندیده باشه. اونو شکنجه میدم. به این راحتی نمیتونه خلاص بشه. فکرشم منو به هم میریزه. یه دختر داشت نه؟ یه دختر داشت. آره اسمش باده بود. اسمش قشنگه. خب آره. آن بچه خوشگل اسمش چیه؟ مهمت؟ به مهمت بگو مخ اون دختره رو بزنه. ادامه بده. کرم اینه داشته باش. حواست باشه. رو چشم. قربان قدری پالاز آزادی مشروط داره. ما تلاش میکنیم تو اولین دادگاه به 5 سال زندان محکومش کنیم. در ضمن اینطوری از حملات احتمالی که از جانب دخترتون بهتون وارد خواهد شد مانع خواهیم شد. الان تو به من میگی چی کار کنم؟ آروم باش پسرم. تو به من نظر میدی؟ باش من آروم خودم باش. نمیدونم مجازاتش چیه میمون؟ نه این چه حرفی آقا؟ ببین پسر، ببین منو مشغول نکن بعد حرف بزنم. فجیر بیا اینجا جلوتر. ببین وکیل، من حقوق تو خونمه.
فهمیدی؟ فجیر فهمیدی یا نه؟ بزن بغل. درو بکن. پیاده شو. همینجا؟ بزن به چاک. گم شو. یکم برو جلوته. کافیه. این خلیل بورانی؟ است. نگاه کن تو رو خدا، بزرگترین وکیل مملکت رو گذاشتن کنار خیابون. چه اتفاقی داره میافته؟ روشن؟ بله. تو میخوای خبرنگاری عکاسی چیزی بشی؟ بابا یارو رفت تعقیبش کن دیگه. باشه بریم. بجام پسر، زود باش دیگه. بجام. آفرین روشن، آفرین. مردک اولاق میخواد به من حقوق درس بده. بی خیال بابا، قدری و ولش کن. امشب میترکونیم. فجیر امیر کیران به شهرش برگشته، جشن بزرگی میگیریم. ببین پسرمو نگاه کن. این میلان است. یه مدل تو بلگراد. 2 ساعت تا استانبول فاصله داره. براش بلیت بگیرم. فهمیدم چی شد. تو از اینجور چیزا دوست نداری. بیا این یکی رو بهت نشون بدم. آها اینو نگاه کن گیزم. خونش تو ایتیلره. زنگ بزنم بیاد. ها؟ پسرمون نمیخوای چیزی بگی؟ واسه موزیک چی کار کردی؟ به زینب خبر دادیم. به خاطر تو تمام برنامه‌اشو کنسل کرده داره میاد. برای موزیک زنده هم دیجی ردیف کرده. ولکن زینبا، ولکن. ببینیم دختره رو. یه جوری میخونه که به دل آدم میشینه. اینطور نیست؟ اصلا منو برد یه حال هوای دیگه آزاد. اسم این دختره چیه؟ همین امشب پیدا کن بیاد. بذار یه نگاهی بندازه. Ne sen mağrur ne de ben mağrur. Hüzünlü bir akşam susmuşuz, durgunuz, hepsi bu. خانم ها و آقایون، به برنامه خودتون خوش اومدین. هیجان زده ای؟ نه یکم بله. نگران نباش، گذریه. وقتی مسابقه شروع شه و اولین سالو بپرسم بعدش آروم باش. متوجه شدی؟ بله بله. خیلی خوبه. خانم ها آقایان، اولین سالو میپرسم. شکل نورانی مواد سوختنی یا گازهای سوختنی چیست؟ شعله. بله، جواب صحیح شعله است. واقعا سریع شروع کردیم. خیلی ممنون. خب ادامه میدیم. سوال آسونیه. حق و حقوق میشه عدالت. بله، جواب درست عدالته. ببینم آقا امید، سوالا رو دزدیدی؟ واقعا چی کار کردی ها؟ باور نکردنی بود. یکم زرنگم. یکم؟ خیلی خوب، با کلمه 4 حرفی ادامه میدیم. احساسی که تا زمانی که عمر میکنیم ادامه داره. محبت. بله، محبت جواب درسته. باشه. ببین بدون اینکه حرفی جا بندازه همه رو میدونه. پسر رضاست. خیلی درسته. چی؟ واقعا اگه تایید کننده رو نمیشناختم میگفتم که سوالا رو دوست. استثمار. بله، این سوالم درست جواب دادم. یه وقت میاد اینجا غذا میگیره میبره خونه. ای بابا از دست تو. واقعا انتظار همچین اجرایی رو داشتی؟ بله. واقعا میگی؟ باور نکردنی مرد. واقعا به تبریک میشه. چیزی که در شرایط سخت به انسان‌ها امید میده یا تعبیری که در مورد آینده به انسان اشاره میکنه چیه؟
درسته نور امید، تو واقعا باور نکردنی پسر، واقعا باور نکردنی. به تبریک میگم. تو این برنامه شرکت کننده های زیادی داشتیم که جواب درستو بدن، ولی انقدر سریع واقعا یادم نمیاد شاید همچین چیزی بوده باشیم. امیدوارم بازم همدیگه رو ببینیم، ولی در کل خیلی بهتون تبریک میگم. عالی بودیم. چرا خاموش کردی دخترم؟ داشت نفر اول میشد. خب به ما چه ربطی داره قهرمان شه؟ مگه نه بابا، راست نمیگم؟ اگه اینقدر کارش درسته بره یه کاری مفیدتری بکنه. شوله دخترم خوبی؟ خوبم مامان. آره چطور؟ خوبم. برو کار خودتو انجام بده. میتونید بذاریدشون اینجا. چشم خانم. بذارید رو میز بغل. همین الان. بابا شیر پسر قهرمانم چطوره؟ تو چه کار کردی؟ کی میای پیتزا رو آماده کنم؟ تو بخور پسرم، منتظر من نباش. برای چی؟ اینجا جشن گرفتن، یکم دیر میام. گفتن تا صبح طول میکشه پسرم. تو منتظر من نباش. باشه بابا، مشکلی نیست. خواستم دور هم دیگه باشیم. حالا میذاریم برای یه وقت دیگه. پسرم تو بخور دیگه. نه حالا تو به کارات برس، برای جشن دیر نمیشه. خسته نباشی بابا جون. سلامت باشی بابا، بعدم میبینمت. شیر پسر قهرمانم. متشکرم. من آزادم. تلفنی با هم حرف زده بودیم. منم بشرا هستم. خوشبختم. خوش اومدی. بفرمایید از این طرف. چی شد؟ چیزی شده؟ نه چیزی نشده. من فکر کردم یه آشنا رو دیدم. ببین همونطوری که حرف زدیم اینجا یه مهمونی خیلی خاصه. هیچ کسی نباید خبردار بشه که تو اینجا میری رو صحنه. باشه نگران نباشید. من به هیچ کس چیزی نگفتم. خوبه. اتاق پشت صحنه آماده است. تا برنامه شروع بشه اونجا استراحت میکنید. بعدش هم با گروه هماهنگ میشید و برنامه رو کنترل میکنید. باشه. کیا قراره بیان؟ خب ببین اتاق پشت صحنه اینجاست. اینجا استراحت میکنی. یعنی تا وقتی نوبتت برسه و بچه‌ها صدات کنن میتونی اینجا بمونی. همینجا استراحت کن. لباس اینو میپوشی. چطوره؟ خیلی زیباست. من فکر کردم با لباس خودم میرم رو صحنه. نه همینو بپوش. نمیخوام. آخه چرا نمیخوای؟ باشه تو با من بیا از این طرف. بیا زود باش، عجله داری. نگاه کن ببین کیا اینجا نشستن. پسر بزرگترین برج‌ساز ترکیه، اون یکی هم که کنارش نشسته صاحب 4-5 تا مرکز خریده. ببین اونی هم که اونجا وایساده جزیره داره. یکی هم از اونجا نشسته پادشاه بزرگترین قمارخونه هاست. فرصت خیلی خوبیه جلوی اینا آهنگ بخونی. از این فرصت استفاده کن. زود باش وقتمون کمه. عجله داریم دختر.
همونطوری که بهت گفتم اینجا میتونی استراحت کنی. ببین دختر، بذار اینو بهت بگم، این پول خواننده‌ای تو کنسرت هم نمیتونن بگیرن. فهمیدی؟ تا زمان شروع شدن صحنه اینجا استراحت کن، بعدش هم اینو بپوش و بیا برای اجرا. ولی من آقا فجیر خوش اومدین. ماشین قشنگیه. من هارون یاکارم، وکیل قدری پالاز. به بینتون اتفاقی ناراحت کننده گذشته، ولی میتونیم با صحبت کردن حلش کنیم. خیلی خوب. سویچ رو ماشینه. شب شما بخیر. پسرمون خوش اومدی. شما اینجا بمونید، کسی نیاد بالا باشه؟ آفرین پسر. پسر نمیدونی چه کسایی اومدن. خیلی مهمونی خفنی شده. خیلیاشون هم تا اسم تو رو شنیدن دنبال واسطه میگشتن که بیان داخل مهمون. همه مشتاق بودن بیان. دختر خواننده اومد؟ آره اتفاقا اونم اومده. اگه بدونی کجا رو دنبالش گشتیم، ولی کجا پیداش کردیم؟ کجا پیداش کردیم؟ یکم پایین‌تر از اینجا یه محله زاغنشین هست، از اونجا پیداش کردیم. بیخ گوشمون بود. خوبه. رسیدیم. بیا بریم. دایی طبقه آخریمون. مقصد کجاست؟ میخوای بری آسمون؟ ببخشید حواسم پرت شد. خیلی عزیزم. از خودت حالا پرسیدی که کجای راه اشتباه رفتی که تو این سن هنوز نظافت چی؟ نه نمیدونی، چون میگی کار سرنوشت و بی خیال. ولش کن پسرمو، بیا بریم. تو این زندگی 2 چیز خوش ندارم. یکی پیرا رو، یکی همونایی که فقیرن ولی مغرور رفتار میکنن، مخصوصا مثل این پیری فقیر. اصلا خوش ندارم. تو به این دایی بگو که امروز تو خونش فقط استراحت کنه. دایی ما امشب یه برنامه‌ای داریم، جای تو نی. برو مرخصی. برو دایی، برو پایین، برو خونت. گود نایت. دایی جان تو هم زودتر برو خونه، زن و بچه تو ببین. بعدا میبینمت. به امان خدا. اون به درد نخورم میاد؟ آره اونم. زنگ بزن بگو نیاد. چرا؟ الان چی شده مگه؟ اون عوضی پشت سرمون حرف میزده، زبون اونو میبرم. اون دختر اومده؟ اینجاست، تو اتاقشه. بشرا، با آقا فجیر آشنا شو. سلام. دختر تو با همون چی کار کردی؟ عجب چیز خفنی خوندی. این چی بود لامصب؟ ببین زامن نارنجک و اینطوری کشید و اینجا رو کلن منفجر کرد. یه همچین حسی دارم. متشکرم. امشب جشن برگشت من به وطنه. هیچ چیزی نیست که تو رو بخواد ناراحت کنه، پس راحت باش. اومدیم خوانندگی تو رو گوش کنیم. لباس خیلی بهت میاد. اینو برای پسرم میخوام بخرم. خیلی هم سر در نمیارم. آخرین مدل دیگه. شما چند روز پیش هم تشریف نیاورده بودین؟ یه دونه از همین برای پسرتون خریدین.
نه من نیومدم. اشتباه گرفتی. آخرین مدل دیگه. بله. باشه همینو بدین. مبارک باشه. آزاد آهای تمامش کن. بسه این چی داری میخونی؟ ها؟ خب سبک جاز مالایی. ببین منو، ما تو لندن جاز مالایی ما زیاد گوش کردیم. الان اینجاییم که صدای تو رو بشنویم. اون آهنگی که قبلا میخوندی همونو باید بخونی. آزاد که تو گوشی ازت دیدم و برامون بخون. میخوام اون صدای ظریف تو بشنفم. باشه حتما. Ne sen Leyla'sın ne de ben Mecnun. Ne sen yorgun ne de ben yorgun. Kederli bir akşam. Ne sen Leyla'sın ne de ben Mecnun. Ne sen yorgun ne de ben yorgun. İçmişiz sarhoşuz hepsi bu. Hep sonradan gelir Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan gelir aklıma. Hep sonradan gelir aklıma. Hep sonradan Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan Hep sonradan Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan Hep sonradan gelir aklıma. Hep sonradan Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan بهت گفتیم از ته دل بخون. تو که پدرمونو در آوردی.
مگه میشه یه آدم هم صداش هم خودش زیبا باشه؟ تا تو جفتش بهترینی. بذار راک بگم، من هنوز سیر نشدم. میدونی چیکار کنیم؟ من اینجا میشینم تا واسه ما میخوام. فقط من دیگه باید برم. نه رفتن نداریم، نمیتونی بریم. وقتی این تمام شد بچه ها میرسوننت. امشب 10 برابر بهت پول میدم. لایقش هستی. با جون دل بهت میدم، تو فقط بخوام. یارو قصای عالمو در میاره و میکنه تو این شیشه. میگه که مامانش مگه از مادر به آدم شر میرسه؟ از پدره که به آدم شر میرسه. الان تا بگم پدر این بدیا کیه؟ بیا بشین. خودت بیا آهنگ انتخاب کن. بابا بابا جون کجایی؟ دیشب نیومدی خونه. الو من دارم راه میرم. راه میری؟ کجا راه میری؟ چرا؟ تو سر کار مگه نیستی؟ نه جنگلی تو یه جایی مثل جنگل؟ تو جایی مثل جنگل چی کار میکنیم بابا؟ دقیقاً کجایی تو؟ نمیدونم بابا. برام لوکیشن بفرست. باشه. پسرم نمیتونم بفرستم. بابا چطوری نمیتونی بفرستی آخه؟ خب اطرافت چی میبینی؟ چیزی میبینی؟ چیز از اینجا یه چیزی دیده میشه. محل کارم. پاساژتون رو میبینی؟ آره درست گفتی، پاساژ من. بابا
بله پسرم. خیلی خوب باشه بابا، الان میام. باشه. همونجا بمون، تکو نخوری. ببخشید، حالتون خوبه؟ دختر حیدره، دختر حیدر. بشرا جون، بشرا دخترم، بشرا بیدار شو، بشرا عزیزم، بشرا. چی بود؟ بابا! چی بود؟ چرا یادم نمیاد؟ بابا! بابا! منم بابا، منم. باشه نترس، من اومدم. وضعیتش چطور آقای دکتر؟ جدیه؟ اول باید جواب آزمایشا بیاد، بعد جواب قطعی بهت بدم. چی سرت اومد بابا؟
مغز تاندریکولی بود، درسته؟ بله کمیسر. حالش چطوره دکتر؟ بیمار تازه به هوش اومده. منتظر نتایج آزمایش‌هاییم تا ببینیم چی میشه. مشکلی که نیست، میتونه حرف بزنه. نه خواهش میکنم، مشکلی نیست. بفهم. تو کی هستی؟ من پسرشم. ما باید با بابات حرف بزنیم، چند تا سوال داریم. برو اونور منتظر باش. برو آقا جان. خدا بد نده عمو. ممنون. تو مقتول رو پیدا کردی، درسته؟ همراه بیمار قدیر کایا به بخش بابام پیداش کرد کمیسر. بله. تو نمیخواد جاش حرف بزنی؟ آره، من پیدا کردم. یعنی وقتی رسیدی کنارش خیلی وقت بود مرده بود، آره؟ آره. تا اون ساعت اونجا چی کار داشتی؟ خبرش ساعت 8:30 رسیده. من داشتم راه میرفتم. تو جنگل؟ میخوام بگم پیاده روی صبحگاهی بوده ولی به لباسات نمیخوره. کمیسر ما حادثه رو به پلیس خبر دادیم. بابامو که متهم نمی‌کنید مگه نه، درسته؟ اسمت چی بود گل پسر؟ امید. پس محترمانه کنار بیس، بذار کارمونو بکنیم. نمیخوام دل قشنگ تو بشکنم پسر. برو عقب وایسه بابا جون. خب دایی جون، اون ساعت تو جنگل چی کار میکردی؟ من داشتم برمیگشتم. از سر کار برمیگشتم خونه. شب از محل کار بیرون اومدی دایی؟ تا صبح چی کار کردی؟ دختری که کشته شده رو میشناسی؟ نه نمیشناسم. بابا چطور نمیشناسه بابا؟ بشرای خودمونه. بشرا رو میشناسی؟ پسر جون من خیلی دختر همسایه‌مون آقا اجازه بده. کلمه به کلمه برو عقب وایسا، بذار کارمون رو انجام بدیم. پسر جان برو عقب. برو عقب. حواست به این باشه دیگه جلو نمیاد. برو عقب دیگه. خب دایی جون آروم باش، نفس عمیق بکش. یالا سعی کن حالیت چه دایی جون. این نویسم امضا میکنم. خودش کشته ولی هیچ یادش نمیاد. برای پسر عزیزم در بهترین لحظاتت استفاده کن. ببینید آقا رضا، همونطور که امید گفت گاهی اوقات بعضی چیزها رو فراموش میکنید. ممکنه به خاطر استرس و خستگی آرزوی فراموشی موقت اتفاق افتاده باشه، ولی الان در وضعیت خوبی هستید. یعنی بابام بیماری جدی نداره آقای دکتر؟ نه، ولی محض احتیاط اگه مشکلی پیش اومد میتونید مجددا چکاپ کنید. اون فقط 21 سالش بود. چهره‌ای بسیار زیبا و صدای فوق‌العاده‌ای داشت. آرزوها، هیجانات و خانواده داشت. بشرا کورکماز تو بهار زندگیش تبدیل به یکی از آخرین قربانی‌های جنایت علیه زنان شد. بشرا و آرزوهاش دیگه بر نخواهند گشت، اما باز هم پیدا شدن هرچه زودتر قاتل یا قاتل‌ها کمی وجدانمون رو آرومتر میکنه. خطاب به همه کسانی که تو این پرونده جنایت مأموریت دارن، دیگه نمیتونیم نفس بکشیم. هر کاری میتونید بکنید و این جانی‌ها رو دستگیر کنید، هرچه زودتر. منتظر دستور شما بودیم. بفرمایید. دادستان کل؟ باشه منتظرم. بله بفرمایید دادستان. خب ما داریم تحقیق میکنیم.
دوستان دارن آخرین تحقیقات انجام میدن. حق با شماست. دقیقاً تا واکنش‌های بیشتری برانگیخته نشده ما مظنون رو پیدا میکنیم و تحویل مراجع قانونی میدیم. تو کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه میرسیم. بله حتما. ممنون قربان. من چی دارم میگم؟ چی تو دستمون داریم کمیسر؟ بازپرس با همه کسایی که کل شب با مقتول بودن اونو دیدن و میشناسنش صحبت کردیم. متاسفانه چیزی دستمونو نگرفت. اون نظافتچیه چی؟ رضا تانریکولو. تو بیمارستان ایشونو دیدم. زوال عقل داره. بیچاره مخش درست کار نمیکنه. خب با این نظافتچی چی کار کردین؟ همونطور که گفتم فعلا چیز واضحی وجود نمیفهمم. مدارک روشن ندارید یعنی چی؟ پرونده مشخصه دیگه. طرف حتی نمیتونه توضیح بده واسه چی اومده اونجا. میخواد از جرم خلاص بشه. حرفاش مشخصه. یکم تحت فشار بذارینش، اینجوری راحت تره. بالاخره اعتراف میکنه. اگه سرسخت بود و نکرد به اسم مضمون پرونده رو میبندید. خب شما بفرستین دادگاه، من به بقیهش رسیدگی میکنم. فهمیدم بازپرس، ولی طرف عقلش سر جاش نیست. اعترافش گزارشی تو دستت داری؟ نه. خیلی خوب باشه، من دارم. بگیر. طرف دنبال گرفتن گزارش آلزایمره. نگاش کن. طبق این گزارش سلامت عقلیش کاملا سر جاشه. میفهمم بازپرس، ولی تغییر دادن این کمیسر، من شخصاً به عنوان بازپرس پرونده دارم میگم. مظنون اول جنایت بشرا کورکماز رضا تانریکولوه. هنوزم واضح نیست؟ مفهوم بازپرس. پس به کارمون برسیم. اگه به نتیجه نرسیم فردا آقا قدری رو میبرن دادگاه. فردا؟ چی گفت روشن؟ با منشی دادستان صحبت کردم. آقا داداش قدری تو اختیار داری، چرا دعوا میکنی آخه داداش؟ راستی آدرسی که خواسته بودین رو پیدا کردم. روشن این روزا خیلی پیشرفت کردی. ممنون قربان. روشن بابا یکم لاغر کن دیگه. هر شب همبرگر و نون تافتون با هم نخور. نمیخورم قربان. چطور نمیخوری؟ تو شکم مامان دوقلو تو قورت دادی، یادت نی؟ دیگه چی میخوای بخوری؟ ای خیر باشه. کجا؟ آسانسور دیگه. آسانسور که 5 نفره نیست روشن جان. 5 نفر؟ بریم. نگاه کن، تو تا خانم با شخصیت اینجا، تو هم که خیلی گنده ای. من اینجا هستم، تو هم پله برو. خدافظ. باشه. حالتون چطوره؟ خوبی؟ من خوبم، شما چطوری؟ ممنونم. شما از پله بریم. آقا فجیر، آقا اردم اومده. بسا معلومه تو کجایی؟ این همه زنگ زده. خیر اردم، چی شده؟ سلام. بیا بابا، نخواستم پشت تلفن صحبت کنم. این بشرا کورکماز هست، اینی که تازه کشتنش. دوستان ما میخوایم یکم صحبت کنیم. شما میتونید برید پایین. باشه؟ اگه یکم سریعتر برید خوشحال میشم. لطفاً. این همون دختره نبود که اون شب آهنگ میخون؟ فردا صبحش تو جنگل جسدش پیدا شده، اونم دقیقاً بغل آپارتمان تو. که چی اردم؟ فجیر راستشو بگو. اگه راجع به این دختر چیزی میدونی بگو. اینجا سلام علیکم. شما با آسانسور اومدین؟ دوستان نذاشتن من سوار آسانسور بشم. من این همه طبقه رو با پای پیاده اومدم بالا. کلم خوش شده، خیلی خسته شدم. به من یه قلاب آب میدین لطفاً؟ خیلی خوب، بهش آب بده. بده بهش. آی تو اینجا چی کار میکنی ها؟ منظره قشنگیه. آره خیلی قشنگه. استانبول 7 تا تپه داره. تو هر 7 تاش هم هستید آقا فجیر. منظره قشنگیه. گوش کن وکیل، موکلتو جوگیر میکنی و میفرستی سمت من بدون که از لحاظ حقوقی خودم بدجور این کارم. چورم همراه اون بدبخت میکنم. گفتم بدونی. درسته.
ماشاءالله حقوقم خوب بلدی ها. معلومه خوندی. آره الان شما به فکر خودتون همه رو پشتتون داری داره؟ کلمه حقوقم از زبونتون نمیندازید. خوبه، چه زندگی خوبی، خیلی خوبه. ببین تشویق نداریم، تو آدم ها رو تحریک میکنی، اینم که انگار برات کافی نیست، پشت حقوق مخفی میشی، وکیل بزرگ هارون یاکا رو تهدید میکنی. آره میفهمم. همینطوره. خیلی زندگی خوبی. الان یه سوال از شما میپرسم، همین حقوق در مورد مواد مخدر چی میگه؟ تو انگار تنت میخوره. تا دهنه ببن. جوابی داری؟ نه اینجا رو نخوندی. آره باشه، تو جوابی داری؟ آره آقا آزاد دبستان ترک تحصیل کردین، من جواب بهت میگم. تو تهیه میکنی و پسرموت هم مصرف میکنه، اینطوری نیست؟ وای مرتی که بلایی سرت میارم. فجیر گفتم تو دهنو ببند. اون شب قبل از اینکه با موکلم قدری پالاز دعوا کنید، تو مکانی به اسم بورتره بودی یا نبودی؟ آره اونجا بودی. آره تو اونجا بودی، تو هم اونجا بودی. الان ماشاءالله توی لوژ به اندازه مارادونای خدا بیامرز راحت بودین، اما یه چیزی رو فراموش کردیم. همه جا دوربین مدار بسته بوده، همشون هم ضبط کردن. یه توصیه عاجزانه ازت میکنم، وقتی به این مکان میری فیلم دوربینای مدار بسته‌شو حتما پاک کن. خدا کی میخواد فیلم دوربینای مدار بسته رو به تو بده؟ ها کی میخواد بده؟ آرام باش، آرام باش. 2 روز قبل جشن برگشت به کشور گرفتی، درسته؟ میخوای به من بگی تو جشن چی شد یا نه؟ شپش زد همه چیز بالشا. فجیر بسته الان. نه پسرم وقتش نیست. بلم کن فجیر. یارو تو دلت میخواد بمیری؟ آره فجیر آشغال. ببین هارون یا کار تو رو میکشم. کتک زدن وکیل جرم بزرگیه، اینو نمیفهمی پسر؟ نه جرمه؟ نه گفتی جرمه دیگه. تو از جونت سیر شدی. آره منو نگاه کن. کجاست حفظی؟ فیلم کجاست؟ تو موبایلته؟ اینجاست که نه؟ گفتم تو موبایلته؟ آشغاله به درد خار، مغزتم مثل این موبایل تیکه تیکه میکنم. هنوز قصدش تموم نشده. دیوانم نکن. کسی بکشمت؟ بکشمت؟ از اینجا بندازمت پایین؟ بندازمت پایین؟ فجیر بسته. فجیر این توف میچسبونمت به آسفالت. ببین هرچی کپی از اون فیلم ها گرفتی و پاک میکنی و اصلشو میاری میدی به من. حالیته؟ ببین فیلمی نیست، گول خوردی. حالا یکم بخند، به دوربین نگاه کن، یکم لبخند بزن. دوربین مخفی بود. روشن من که چشم بسته نیفتادم ها؟ نه قربان عالی بودی. الان من یه پیشنهاد واسط دارم. هیچ کسی نمیخواد ولیت امیر کیرانا رو اینطوری ببینه. میدونی چی کار میاد بکنی؟ تو شکایتتو پس بگیر. منم همه فیلم ها رو پاک میکنم. چطوره؟ همه چیز میشه با صحبت حل کرد. از مساله ندزدید. میشنوید؟ این ساختمون باید با مدیریت مناسب ساخته بشه. یا اینطوری از یه آدم استقبال میکنن همه جام درد میکنه. میبینمت فجیر. اینطوری از آدم استقبال نمیکنن. نباید اینطوری باشه. خیلی بد استقبال کرد.
بسه هیدر، بسه دیگه هیدر. رضا چطوری تونستن دختر منو بکشن؟ دخترم انداختن جلوی گرگ و پرنده ها. من اونو تو پر قو بزرگ کردم رضا. حالا باید عزیزمو خاک کنم. این اتفاق چطور افتاد رضا؟ دخترم هیدر بس دیگه هیدر، تمومش کن هیدر، صبور باش رفیق، خودتو جمع جور کن داداش. رضا خدا رحمت کنه. زحمت آخرتون تو شادیاتون جبران میکنم. خیلی ممنون. خیلی متشکرم. غم نبینید. متشکرم. ایشالله دیگه تو زندگی غمی ندید. ما تو محله بالایی میشیم. نمیشناختمش اما خیلی ناراحت شدم. تسلیت میگم. خیلی ممنونم. کی این کاری کرده؟ میدونید کیه؟ صدای آژیر پلیسه. نگاه پلیس داره میاد. پلیس برای چی؟ چند تا ماشین با هم دارن. پلیس برای چی اومده؟ از کجا خیر باشه. رضا تانریکولو به عنوان مظنون اصلیه قتل بشرا کرکماز با دستور دادستان بازداشت میشید. بگیریدش. کار من نبود هیدر. باور کن یه اشتباهی شده. کار من نبود هیدر. کجا دارم یه اشتباهی شده. هیچ کار من اشتباهی نبوده. بگیرش. اجازه بدید اشتباه میکنید. کار پدر من نیست. ولش کنید. کجا دارید میبرید؟ کمیسر میگم اشتباه میکنید. به کنار وایسا. بابا نترسید. یه اشتباهی بابا من اینجا نترس. تو را خدا ولم کنی. کار من نبوده. آقای این کمیسر دستور شخص دارین اشتباه دادستانه. میکنید. باور کنید کار من نبود. باور کنید کار من حکم نبود. ایشون کار بازداشت پدر من میشی. نیست. یه لحظه به حرفم گوش بدید. خواهش میکنم فقط یه لحظه گوش من بدید. دارم به هیچ کی نمیرسه. چرا باید کار کرده باشم؟ چرا باید دختر رفیقمو کشته باشم؟ کار من نبود. امید بهشون بگو کار من نبوده. ولش کنید. آقای کمیسر بابا ول کن تو رو خدا. ولش کن. کجا دارید میبریدش؟ کارون نبوده. چرا گوش نمیکنی آخه؟ میگم کارون نبوده. آقا یه لحظه شیشه رو بده پایین. آقای کمیسر بایستا. بابا ولش کن. بابا
مگه نمیریم کلانتری؟ منو کجا میبرید آقا؟ به نظرم فردا این قضیه حل میشه. با توجه به چیزایی که تو گفتی قضیه مثل روز روشنه. ببین درسته من دانشگاهمو تموم نکردم، اما این قضیه معلومه نمیخواد حتما حقوقدان باشی. یه آدم مرتکب قتل بشه بالا سر جسد چیکار میکنه؟ منتظر نمیمونه که. اونا هم باور میکنن. نگران نباش. بی حیا. به اینا هم بگو. پسر آرش هم نیست، خجالت نمیکشه. آخه فکر بقیه چه اهمیتی داره؟ تو به من یه درس بزرگ دادی. میخوای همون چیزا رو از من بشنوی؟ آره؟ باشه میگم. این که بقیه چی فکر میکنن و چی میگن اصلا مهم نیست. اینجا خونه منه. من دیگه میرم. حالم افتضاحه. ممنونم. امید، کسایی که قلب پاکی دارن جواب میگیرن. عدالت یعنی همین. من تو و بابا تو باور میکنم. فردا همه چی قشنگ‌تر میشه، مطمئنم. برای اطلاع رسانی صحیح به مردم در مورد قتل دانشجوی دانشگاه بشرا کورکماز نیاز دیدیم که یه توضیح مطبوعاتی بدیم.
پرونده کشته شدن دانشجوی دانشگاه بشرا کورکماز که آگاهی مردم رو برانگیخت و وجدان مردم رو عمیقاً زخمی کرد، از روزی که به کلانتری منتقل شد با توجه به حساسیت پرونده تحقیق در مورد اون انجام شد و در چارچوب تحقیقات این حادثه در تمامی ابعاد مورد بررسی قرار گرفت. رضا تانری که بعد از انجام تحقیقات به عنوان مظنون دستگیر شده بود، به قتل اعتراف کرد. آخه چی اعترافی؟ استغفرالله. و رضا تانری با درخواست زندانی شدن به دادگاه جرائم سنگین فرستاده میشه و در مرحله قضایی هم مثل مرحله تحقیقات با حساسیت بررسی خواهد شد. به عنوان کسی که این تحقیقات رو تعقیب میکنه میخوام بگم که دادگاه ترکیه در کوتاه‌ترین زمان قضاوت در مورد متهم رو تموم میکنه و شکی نداشته باشید که متهم به اشد مجازات خواهد رسید. برای خانواده و تمام نزدیکان بشرا طلب صبر میکنم و در این مورد اطلاع رسانی خواهم خانم دادستان، بعد از این مرحله روند چطور پیش میره؟ خدا لعنتت کنه. قاتل. زن رضا مثل فرشته ها میمونه. مگه خدا به ما عقل نداده؟ بابا یه جایی کار داره میلنگه. مگه این آدمو تو تشییع جنازه ندیدیم؟ اصلا شبیه قاتلا نبود. دخترم مرد اعتراف کرده دیگه. گفته من کشتم دیگه. داری چی میگی؟ بس مامان. آخه مرد چرا بالا سر دختری که کشته منتظر شه؟ چرا خودش گزارش بده؟ خیلی بس. شعله حق داره. حتما یه کاسه زیر نیم کاسه است. بیشرف. بله بینندگان محترم، چطور دختره به اون خوشگلی و کشتی؟ که بشرا کورکماز رو کشته. قاتل همسایه و هم محله‌ای بشرا هست. اون قاتل رضا رو مثل عموش میدونسته، دوست نزدیک باباش بوده، اما جون بشرا رو گرفته. بشین اونجا. بابا تو چی کار کردی؟ میگن جرمشو اعتراف کرده. بابا تو که همچین کاری نکردی. چرا همچین کاری میکنی بابا؟ چرا اعتراف میکنی؟ الان چی کار کنیم؟ ها؟ بابا تو که کاری نکردی. چرا اعتراف کردی؟ شما کی هستی؟ منو یادت نمیاد. یادت نمیاد من کیم؟ یادت نمیاد من کیم؟ بابا منو یادت نمیاد. یادت نمیاد من کیم؟ بابا منو فراموش کردی؟ منو یادت نمیاد. منو یادت اومد. منو یادت اومد.
یادت اومد؟ یادت اومد نه؟ بابا پسرم از اینجا نجاتت میدم، بهت قول میدم از اینجا میبرمت بیرون بابا، قول میدم نجاتت میدم، در ترس باشه، تو رو از اینجا میبرم بیرون. آقا جون بسته، پاشو برو بیرون، از هم جداشون کنی، برو بیرون. من از اینجا میبرم، گفتم از هم جداشون کنین، زود باشین، برو بیرون. نترس، فقط نترس، نترسی بابا، تو رو نجات میدم، از اینجا میبرمت بیرون. نجاتت میدم بابا، قول میدم. از اینجا نجاتت میدم، قول میدم. بله قربان، حتما بهشون میگم. سلام دادستان ثریا. میگن مردم هر روز پیرتر میشن ولی شما روز به روز جوانتر میشین. قرار مطبوعاتی فوق‌العاده‌ای بود، تبریک میگم. نمیدونم، مگه عدالت هم چوب و چماق داشت؟ چون اگه یادتون باشه من تو دانشگاه زیاد سر کلاسا نمیومدم. مگه میشه کت شلوار بنفش اینقدر به یه نفر بیاد؟ بابا من این رو بدم به شما. الان جلوی کلانتری یه ازدحام باور نکردنی شکل گرفته. اونا میخوان رضا تانیرکلو رو محاکمه کنن. این شخص متهم به قتل بشرا کرکمازه. ما جلوی ماشین انتقال منتظریم تا اونا به دادگاه ببرن. همونطور که میبینید اینجا واقعا وضعیت نابسامانی داره و ما اینجاییم که به شما همه چیز رو توضیح بدیم. هیچ کس نمیتونه هیچ کس رو پیدا کنه. همه خیلی مضطرب و عصبی هست. رضا، مردی که تو چطوری تونستی؟ چطور دلت اومد دختر منو بکشی؟ رضا چطور تونستی این کارو بکنی؟ تو نزدیکترین دوست من بودی، تو همسایه من بودی رضا. قاتل بیشتر. بابا بابا نکشته. بابا بابا کارو نکرد. بابا نکشته. بابا قاتل تو قاتلی رضا، میکشمت. قاتل بابا بابام نکشته. میکشمت رضا. بابایی من نکشته. بابایی من کسی رو نکشته. ولش کنید این کارو باش نکنید. ولش کنید این کاری نکرده. بس کنید ولش کنید.
بلند شو پسر، بلند شو. برو تو. برو اونور. چرا پاتو نگاه کن. لباس سفید منو خونی کردی. کمیسر اینجا چه خبره؟ پسر مگه میخوای خودتو به کشتن بدی؟ اینجا وای نستا برو بیرون. کمیسر بابای من بیگناهه، به خدا کسی نکشته، بی خودی بردنش. همش چی حرفو تکرار نکن باشه؟ حالا که پدرت بیگناهه پس باید یه وکیل خیلی خوب پیدا کنی. البته دستیارم روشن زنگ میزنه به شما اطلاع میده. البته شما اصلا نگران نباشید. بله منم به شما زنگ میزنم. دقیقاً. بله به امید دیدار. خیلی میبوسمتون. آقا فجیر، این که شکایتتون رو پس گرفتین چقدر رفتار درستی بود جان شما. همگی با خشونت مخالفه مگه نه؟ آره اگه قضیه با خشونت حل میشد که وکیل لازم نبود دیگه. یعنی جایی که عقل تموم میشه خشونت شروع میشه. با صحبت میتونیم همه چی حل کنیم. تو قول 100% موفقیت رو میدی آرون. همه موکلات نجات میدی. بله. به اون قدری پالاس بگو وقتی اومد بیرون یه کاری میکنم که هر روز بیاد پیشت گریه کنه. من این حرفتون رو بهشون اطلاع میدم. بازم ازتون خیلی تشکر میکنم آقا فجیر. بیا میخوام یه چیزی نشونت بدم. بلند شو. بلند شو دیگه. بالاخره اومدی. تو چی نگاه میکنی پیرمرد؟ اینا برگاهی خروج توه. کسی که برگاه رو حاضر کرده خوب امضایی زده. من به تو چی گفتم؟ قول ندادم؟ شیر مرد خودمی. بیا جلوی بغل بهمون بده دیگه. بفرمایید. یالا بریم داداش بجون. خسته نباشی. بفرمایید قربان. مردی که خوب کتکت زده. قیافت شبیه یه نفر دیگه شده. برش کن شپش زردو. به زودی میفهمم من شبیه هیچ کس دیگه ای نیست. اوه میبینم که نقشه انتقامت هم کشیدی. پسر من خیلی گشنمه. دلم هم اصلا غذای سرد نمیخواد. بریم قشنگ یه جا بشینیم غذای گرم بخوریم. پیرمرد از این مسئله چطور قصر در رفتی؟ فجیر امیر کیران بدجوری بهت گیر داده. خبر داشته کار ما با باباهاست. بچه‌ها رو کلا از پیس خارج میکنه. بفرمایید آقا قدری. آقا قدری خارج میشه. بله لطفاً اینجا رو امضا کنید. مخلصم دستون درد نکنه. خواهش میکنم. اینم امانتیات. بفرمایید. امید ببینم تو مطمئنی بابات بیگناهه؟ بله. آیهان پخشش کن.